نوبت مال خطی پسر. انا این دره گیجیست. ساعت به 8 رفته است. نیم 8. اکو حرکت کردیم. انا اینجا راه و در پرواد ساختگیان تا اون بالا رای ماشین زاگیه. این مالای گیج تریته فقط. هک بابا هک. هک بابا یه شاکی تبنم چی ریاکسیون کنم و در پروادا. هک تیز ولی انا این رای ماشین زدگیم بایدر. انا این حوض یکی میشوه. یک تربه به طرف ادوب میروه. انا یک تیگش به گیج میروه. آبی صاف تازه. من مردکو همه کار کردن یک متر دیگه کار میکنن تمام. این حوض جنبست میشوه. بعد حوض دیدیم کمتر با بالاتر میروه. ساعت نیم 18 سالی کارگران آمدن. کاربار خونه کارش نه ساعت 8 سر می شود. 6 کسان 6 نفر کارگر هستند. انا ای خیلی اون طرف خمبی بابی به چمن رو بالا. من اینجا میگن شیخای شریف میگن. بعد اینجا خنبای مزارک میگن. ای طرفی تریکه. من ای خیلی میروه. خیلی خدا خواه ما همی کنسنده میریم. کدرای امک محتاج میگن و یا مالا به همونجا میبریم. بعد با خدا خواه همونجا یک نوار گسی آمکه میکنیم. بعد به یه گیره میپرتویم. مایل شلا در امان الله.